ببین من حیران میشم گاه همون ابو محمد مدنی یا دامله ها در تاجیکستان الک احساس کردیسن که از طرف اینا بسیار خطری کلان ای. هر کدام اونا با موافق علمی خودشون دانشی خودشون در مقابل اینا مبارزه میبرن. از این لحاظ برادرای عزیز از فهم دامله های خودمان از بگیم برنامه های دامله های خودمان استفاده بریم. شما دیده و دانسته خداتون در حلاکت. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. الله خواهد حرکت کرده شدید که به همون هوا و هوس خودتون مطابق میکنید، لیکن فراموش کردید که نگهدارنده این دین الله است، حفظ کننده این دین الله است، صاحب این دین الله است. الله گفت که ما نازل کردیم قرآن رو و ما خودمون این قرآن رو حفظ میکنیم. یعنی این دین رو الله نازل کرد، این دین همیشه از جانب الله است و خود الله این دین ظاهر میکند و این دین خودش منتشر میکند و این دین خود الله غلبه میکند. مثل شما هزارها بودند که حقاس میزدند و هستند و میآیند، ولی بجز این که خودشون را همچون یک هیزم جهنم تبدیل میدن دیگر کاری نمیکنند. به دین ذره ضرری نیست. من و شما حقگوییمون برای خودمون فایده دارد و دروغ و بافته و مبارزه بردن به دین هم برای خود شما ضرر دارد، نه به دین الله. دین الله در جایش همیشه است. برای چی؟ برای اینکه الله وعده داد که نگه دارنده، ظاهر کننده، حفظ کننده این دین الله است. الله المستعان. وای بر حال شما، وای بر حال شما که با این ریش های سفید، با این چشم های خیره شده، با این حیات آخر شده، با این قدمی که یکیش در درون قبر است، نترسیده به الله دروغ میگید. امید زندگی شما پایان رفت، عمر شما آخر شد، مگر از الله نمیترسید که مرگ شما نزدیک است؟ این چی جرأت است، این چی شجاعت است، این چی بدبختی است و این چی بنده شیطان شدن است که هر کسی برایت و از نام رسول الله دروغ بگوید. از الله بترسید. نام ابو حنیفه را سیاه کردید. ابو حنیفه رحمه الله اگر زنده میشد شما را شپاتی میزد، شما را دره میزد و بر روی شما توف میکرد. ابو حنیفه برحذرترین انسان، از همه احتیاط کننده ترین انسان از دروغ گفتن به رسول الله صلی الله علیه وسلم. بسیار حدیث ها رو به خاطر همین قبول نکردن که انسان های دروغگو میگفت، به خاطر اینکه دروغگو حدیث گفت حدیثش قبول نیست. اما شما خود را پیروان ابو حنیفه میگویید، 100% مخالف ابو حنیفه کار کرد، دروغ میگید. ابو حنیفه و مالک شافعی و همه شاگردانش این سخنی که شما میگوید نمیدانستند، زیرا که اونها این چیز در دین وجود نداشت. بالاخره صحبت این کسی که از خری خورش هم گمراهتر از پیگذاره چی میگید؟ خط کشیدن برای ما رسول الله خطه و فرمودن که این راه قال هذه سبیل الله و فرمودن این راه الله است. ثم خط خطوطا عن یمین الخط و عن شماله. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم از اطراف خط راست کشیدهشان، از راست این خط، از طرف چپ این خطهای دیگر کشیدن. ثم قال، بعد از آن فرمودند هذه سبل على كل سبیل منها شیطان. این راه‌ها که راه‌هایی است که از این راه‌ها یدعو الیه، شیطان از این راه‌های کشیده که از راست و از چپ تشبیه کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم که راه‌های شیطان است. هر یک انسان‌ها را به این راه‌ها یعنی که می‌خوانند. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم آیه مبارکه را از سوره انعام که شماره آیه 153 است تلاوت کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معنی آیه کریم این است که و این راه راستی من است، پس آن را پیروی کنید
و راههای دیگر را پیروی مکنید که شما را از راه خدا جدا کند. این است آنچه خدا شما را به آن حکم فرموده است تا شاید که شما پرهیزگاری کنید. و این چنین از رسول معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که حدیث از سوید ابن غفله روایت شد از حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من شنیدم از فرستاده الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیأتی قوم فی معروف است این حدیثی که حالا این گفتنی هست معروف است، لیکن پیش از به این حدیث داخل شدن در اول سخنش گفت ما حالا حدیثی رو از رسول الله می آوریم که در حق سلفی ها از مذهب برآمده ها گفتند. حدیث صحیح آورد که یک شمشیر برنده برگردنی خری جاهل صوفی برآمد. حدیث از عبدالله ابن مسعود است رضی الله عنه، حدیث صحیح است و از غیر این صحابه روایت است و این حدیث کامل و شامل بر علیه همه فرقه های باطل است و همه علمای اهل سنت از این حدیث حجت گرفتند و باطل بودن مذاهب این مبتدعین از مشبهه و از معطله و از عازری و غیره از قبوری ها بیان کردند. حدیث همین است که صحابه جلیل میگن که خط لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا، پیامبر یک خط درازی راست رو کشیدند. ثم خط خطوطا عن یمینه و بعد از این خطچه های رو به همین خط راست از پایینش کم کم خطچه به طرف راست خط علی شماله و بعد از این به طرف چپش خطچه کشته، یک خط راست از دو طرف از خطچه ها. و بعد از این گفتن که این خط راستی که میبینید انا همین راه راست مستقیم دین الله هست، یعنی کتاب الله و سنت رسول الله انا من خط راست است و این خطچه هایی که در دو طرفش میبینید این راهچه هایی که شیطان به همین واسطه ها شما رو از راه راست میکشد، به یکیش نتونست به دومش سومش از طرف راست از طرف چپ شما رو میکشد. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم همین آیت رو تلاوت کردن که الله گفت و ان هذا صراطی مستقیما همانا که این راه من مستقیم است، این دین، این منهج، این شریعت مستقیم است، راست است، لا اعوجاج فی، کجی ندارد، نافهمیگی ندارد، شبهات ندارد، این راه کامل است، شامل به همه دور و زمان است، به همه این انسانهای روی زمین کافتا للناس جمیعا هست و این راه اینقدر واضح هست که مثل روز روشن است. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ترکتکم فی محجة البیضاء، یک محجة البیضاء یک راه روشن که لیلها کنهاریه، شب این راه به مانند روز است، یعنی یگان جای دین ما جای نافهمگی ندارد، جای مشکلی ندارد که این سخن به اصل دین ربط دارد. اصل دین ما که انسان به فهمیدن و قبول کردن اصل دین مسلمان می شود و به همه این امت فهمیدن اصل دین و عمل کردن براش فرض عین است. اما باقی مانده مسائل هایی که جزئیات و خفی و مسائل علمی از اصول فقه و اصول تفسیر و غیر علم هایی که هست این برای همه فرض نیست، این برای علما ضرور است. به مردم عادی ما این چیزها را امر هم نکردیم، البته افضل و بهتر است، اما اصل دین ما واضح است. اصل دین ما این 10 سال دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. انا همین راه مستقیمی که پیامبر در اینجا گفتند کشیدن خط رو، آیت رو به طریق تطبیقی کشیدن بیان کردن و این آیتی که الله رب العزة والجلال گفت و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، راهچه ها پیروی نکنید که شما رو از راه حق میگرداند به راهچه ها، به شبهات نظر نکنید. همین راه راستی که الله گفت کدام راه است؟ آیا مذهب است؟ ای ناعادلان،
ای ناانصافان، ای دروغ بستگان به الله و رسولش، بترسید از آن روزی که کمک کننده ندارید، طاغوت شما را کمک کرده نمیتواند. بترسید از آن روزی که لوچ مادرزاد آفتاب به سرتون نزدیک شده، مغز سرهایتون میشه در روبروی عزیز الجبار روبرو میستید. الله شما را میپرسد که چرا از نام من دروغ گفتی؟ راه راست الله را پوشانیدی و راه طاغوت را راه راست میگویی. این است که شما کتمان کردید، مردم را دارید فریب میدید. راه راست کدام راه است؟ همون دعوتی که پیامبر 23 سال کردن و اصل راه راست را پیامبر 13 سال در مکه دعوت کردن. 10 سال در مکه پیامبر دعوت کردن. نماز فرض نبود، روزه نبود، حج نبود، حجاب نبود، حرام بودنی شراب نبود، دیگر چیزهای حرام شده نبود و بعد از این اکثری چیزهای حرام شده نبود. البته زنا و این چیزها از اول حرام بود، اما بعض از چیزهایی که شراب و غیره. و در همون وقت 10 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به انمین راه راست مستقیم دعوت کردن که اصل دین است. این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. راه راست این کفر ورزیدن به طاغوت است، براءت کردن از کفار و مشرکین است و از شرک اونها است و ایمان آوردن به الله است، اثبات کردن یگانگی الله است، دعوای علم غیب نکردن و همه علم را به الله دادن است و الا الله اثبات کردن این که الله یکتا و یگانه و بنیاز ذات بزرگی که در بالای آسمان هاست و در بالای عرش است. اثبات کردن همه اون صفات هایی که الله به ما به قرآن و به رسولش به واسطه سنت خبر داده است. این است راه راست. راه راست این کتاب الله است که قرآن است که الله گفت ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. اگر شما ایمان به الله و به روز قیامت داشته باشید، در همه مسائل اختلافی و تنازعی که در بین شما شد به کتاب الله و به سنت رسول الله الی الله و رسول بازگردانید. اگر شما ایمان داشته باشید این برای شما خوب است و بهتر است. نگفت که به مذهب در وقت اختلاف گردید. این کتاب الله است و این سنت رسول الله است که این راه راست نمین است. با فهم شاگردان رسول الله، با فهم همون صحابگانی که الله از فهم اونها راضی شد. فهم صحابگان مراد الله را، همون مرادی که الله در قرآن ذکر شده بود، همون فهم صحابگان بود. یعنی به کدام معنا؟ صحابگان قرآن را به مراد الله فهمیدند، سنت را به مراد الله سبحانه و تعالی و رسولش فهمیدند و همین فهم را که فهم درست و صحیح بود الله قبول کرد. الله از این فهم و از این عمل راضی شد و من و شما را امر کرد که به فهم صحابگان قرآن و سنت را فهمیم. رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله گفت من از اینها راضی شدم از صحابگان. برای چی؟ اینها قرآن و سنت را درست فهمیدند. راه راست پس قرآن و سنت به فهم شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابگان این امت است. بجز این راه راست وجود ندارد. هر کسی بگوید که راه راست در این آیت فقط یک مذهب است که مذهب ابو حنیفه است، بگوید والله قسم خود علمای حنفی این چنین انسان را تکفیر کردند. علی ملا علی قاری این چنین انسان را تکفیر کرده است. این را ابن همام تکفیر کرده است. این را همین صاحب کتاب رد المختار که این ابن عابدین شامی هست تکفیر کرده است. ولی الله دهلوی تکفیر کرده است. زیرا که این سخن تلازمش، تقاضایش و نتیجهش همین است که انکار کردن قرآن و سنت و حق برآوردن یک مذهب و باطل گفتن دیگر امت و ناحقی های یک مذهب را هم حق گفتن و انکار کردن حق است و راب گرفتن یک مذهب به سر خود است. و این به زیر آیت سوره همین توبه 31 آیتش می دارد که همه علمای حنفی و غیر حنفی 4 مذهب این را گفتند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله.
اینها پیشوای خود، علمای خود را ارباب بجز الله گرفتند. این دین دین الله هست که کتاب الله در بین ما هست. این دین سنت رسول الله که به وحی الله آمد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى انا نحن نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم. این سنت از نازل شده از جانب الله هست که وحی است و این سنت هم سنت رسول الله نازل کرده الله هست. پس انا همین دین است. دین این ساخته بشر نیست، این فکر اندیشه شما طاغوت پرستان جهلان نیست. قسم به الله جزای شما گستاخان، سرکشان، پنهان کنندگان، یهودی هایی که خود را به امت اسلام نسبت بدید در روز قیامت سخت است. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم عجبا گفتند لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا ضب جحر لدخلتموه. حتما شما پیروی میکنید، تتبع میکنید. انا همون سنن، انا همون عملهای بدی امتی پیش گذشته را به یهودی و به نصرانی که بدی گمراهی کردن به همونها مانند میشید، مثل همونها عملها را میکنید. حتی همونها به یک سوراخی ضب در آمده باشند شما هم به همون سوراخی میدارید. انامین شما هستید پیروان یهودی. گمراهی یهودی چی بود؟ یهودی ها چرا گمراه شدند؟ تلبیس کردند. اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. پیامبر مثل فرزندشون میشناختند، حق میفهمیدند، لیکن پنهان کردند در حالتی که میدانند. شما هم میدانید که وظیفه دار شدید که به مقابل اسلام مسلمین بیجنگید، لیکن با وجود این دارید شما با وجود این دیده و دانسته مخالفت بر حق میکنید. همین فعل یهودی بود. غیر المغضوب علیهم، الله برای اونها غضب کرد، برای اونها دیده و دانسته دنیا را انتخاب کردند و از بحر جنت برآمدند، جنت را ترک کردند، رضاگی بشریت را خواستند، رضاگی الله را ترک کردند. الله خارشون کرد، نسخشون و فسخشون کرد. انتظار عذاب الهی باشید، توبه کنید، از این جهالت توبه کنید. سبحان الله سبحان الله. و بعد از این می رود باز به همون حدیثی که حدیثی در حق خوارجین است که این جهلا این حدیث رو همیشه در حق اهل سنت و جماعت نسبت میدهند. بفرمایید. احداث الاصنام، یعنی که بسیار انسانه که یاش هستند، عمرهاشون جوان است، نواقص العقل، عقلهاشون کوتاه است، یقولون من قول خیر البریه، این جوانان، این اشخاص از سخن بهترین شخص که حضرت محمد مصطفی است از آن سخن میکنند. یعنی که از قرآن و از حدیث رسول اکرم سخن میگویند. لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. ببین رسول معظم اسلام چی میفرمایند؟ این گروه، این جوانان، این ناقصون عقلان، یعنی که وقتی که سخن میگویند از بهترین سخن شخصیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، سخن ایشان، سخن این جوانان از گروهشان پایان نرفته، از حکومتشان پایان نرفته، این گروه ها از دین به نک خارج میشوند، همچنانه که پیر از کمان خارج میشود. حدیث امام بخاری است، رقم حدیث 3611 و البته این حدیث با مضمونهای دیگر هم روایت شده است و عزیز برای شخصان بی‌مذهب فرمودن میفرمایند چون گمراهی بود. حدیث صحیح است، حدیث متفق علیه است، در بخاری و مسلم به معنایش روایت است. حدیث همه علمای محدثین، همه علما و فقهای اهل سنت و الجماعت، سلف این امت تا امروز دیگر بعد از سلف متقدمین و این متأخرین تا امروز هم قبول دارند و این حدیث حق است و ما به این حدیث ایمان داریم، قبول داریم و اهل این حدیث را که پیامبر اشاره به اونها کردند که خوارجین است ما میشناسیم و اونها را رد میزنیم.
پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گفتند که روزی می آید که یک جوانهایی که حدثاء الاسنان یک اشاره به جوان است. جوانها می برایند از نام رسول الله صحبت میکنند، لیکن قرآن رو هم تلاوت میکنند و قرآن از حلقومشون نگذشت. به کدام معنا؟ همینجا این جهلا معنای حدیث رو نفهمیدن که قرآن رو تلاوت میکنند از حلقومشون نگذشت، به این معنا که قرآن رو تلاوت میکنند لیکن معنا و درکی انا همین قرآن رو به فهم صحابگان نمیفهمند. ای جهلا، حدیث رو میگوید شرمنده شما میبراید که این حدیث بر علیه شما است. شما خوارج به این حدیث گرفتار هستید. از یک جهت خود شما خوارج هستید، از جهت اینکه شما اهل سنت رو تکفیر میکنید. قرآن رو میخونید از حلقومتون نمیگذرد، قرآن رو میخونید به مذهب ربط میتید در حالتی که قرآن به دین ربط دارد. عیناً خوارج ها قرآن رو میخونند، خیلی زیاد میخونند، اما انمین قرآن خونده اشون از حلقوم نمیگذرد. تمام علما و مفسرین شرح و شراح حدیث رو بینید به این معنا که علم و فهم در بالای این آیت رو به فهم درست و صحیحی که شاگردان رسول الله صحابه ها میفهمیدن نفهمیدند. از همین جهت قرآن را به فهم خود فهمیدند و به فهم خود وقتی قرآن را فهمیدند گمراه شدند و صحابگان را اولی خوارج ها تکفیر کرد و آخری خوارج ها را امروز هم میبینیم که تا صحابه رسید و قسمی از صحابه ها را به طعنه و پنهانی به تکفیر هم میرود. الله المستعان. اکنون اگر بگوید که به این حدیث شما مقصد شما ای جهمی ها، ای طاغوت پرست ها، مقصد شما این باشد که جوان ها دین را نباید آموزد، جوان در دین نباید صحبت بکند، جوان در دین کتاب نباید نویسد، اگر مقصد شما این باشد، مگر نمیدانید که شاگردی ابو حنیفه رحمه الله سه شاگرد داشت. یعقوب ابن ابراهیم که ابو یوسف القاضی، محمد ابن حسن الشیبانی کتابی ظواهر و نوادر و روایت، تمام کتابی معروف مذهب حنفی، و این چنین زوفر از همه بزرگترین یا که بگیم از همه سختترین و قوتترین شاگرد حنفی بگیم ابو حنیفه رحمه الله در سن 18 سالگی وفات کرد، در حالتی که در سن 18 سالگی یکی از علمای قوی ترین نام برده میشد و امروز در کتاب همه حنفی ها زوفر گفتنی یک عالم نام برده و سخنی حجت گرفته میشد در حالتی که در سن 18 ساله وفات کرد. کی از خوارج پس در سن جوانی این سخن رو کرد، سنش جوان بود، پس به جوان بودن و سخن حق کردن آدم خوارج می شود. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که به همراهی رسول الله به جنگ بدر رفت چند ساله بود؟ رسول الله 6 ساله به رسول الله ایمان آورد، 13 سال در مدینه بود، در مکه 13 سال، یعنی 20 ساله بود در جنگ بدر همراه رسول الله اولین صف اول برآمد. معاذ و عوازی که در این جنگ بود همراه عبدالرحمن ابن عوف که ابو جهل رو به قتل رسانید چند ساله بود؟ نظر بکنید، 16-17 ساله. بحر این امت در تفسیر، عالم این امت در کلام الله، این ابن عباس رضی الله عنه، امک بچه رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر در حقش دعا کردند که اللهم فهمه، اللهم علمه التأویل و فقهه فی الدین، اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. این انسان وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن چند ساله بود؟ در سن بعضی 12-13 میگن. انا همین انسان دین رو به شما رسانید، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه یک جوانی که حالا به سن 16 نرسیده بود در آوردند و از همه بزرگترین صحابگان را گفتند که انا همین صحبت میکند در باب اذا جاء نصر الله والفتح. به کبار صحابه ابن عباس صحبت کرد. پس از نظر شما قبوری های صوفی طاغوت پرستا ابن عباس پس خوارج است برای که جوان است و گپ زد؟
عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن بارک الله فیکم ابن زبیر. چی جهالت است که شما میگید؟ مگر ابراهیم نبی الله وقتی که بت‌ها رو شکست جوان نبود؟ چه که الله در قرآن میگه فتا یقال له ابراهیم، فتا یک جوانی که نامش رو ابراهیم میگن. الله میگه فتا. اصحاب کهف مگر جوان ها نبودن که الله در قرآن در سوره کهف میگه فتا فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدى. فتیه یک جماعت از جوان ها بودن که ایمان به الله آوردن و الله ایمان اینها رو زیاد کرد. کفر به طاغوت رو از اونها ما تعلیم میگیریم که تا امروز این عبرت است که الله به ما ذکر کرد. همه اینها مگر جوان ها نبودن؟ خود شما نقل نمیکنید که ابو حنیفه در سن 13 سالگی فتوا میداد، امام مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و غیره. عبرت خوارج بودن و خوارج نبودن این به جوان بودن و نبودن هیچ ربطی ندارد. جوان بودن و عالم بودن این در دین ما وجود دارد و چقدر علما هستند که به سن 20 نرسیده کتاب ها نوشتند. ابن القیم الجوزی میگن که من در سن 18 سالگی زیاده از 20,000 کتاب رو خونده بودم میگن و یک چند کتاب رو نوشته بودم. و علمای خود شما هم همچنین نقل میکنند از اشعری و ماتریدی. اما عبرت خوارج بودن در عالم و جوان بودن نیست. جوان باشی و حق بگویی، جوان باشی و عالم باشی، جوان باشی و در پیروی قرآن و سنت باشی و به فهم سلف امت باشی، نعم جوان بودن. بهترین جوان هستی. تو جوان نیستی، تو بزرگترین انسان هستی. هیچ خوارجی به اینجا ربط ندارد. خوارج بودن این است که تو جوان باشی یا جوان نباشی، در هر دو صورت هم قرآن را به فهم خودت بفهمی، سنت را به فهم خودت بفهمی. قرآن را تلاوت کنی از حلقمت نگذرد، یعنی قرآن به قلبت نرسد، فهم قرآن را نداشته باشی، زیرا که مکان فهم قلب است. اشاره که رسول الله کردن این است که قرآن به زبان میخواند، فهم قرآن ندارد، فهم قرآن را به خودش میفهمد. به مانند صوفی، اشعری، ماتریدی، خوارج هم فهم قرآن به فهم خودش میفهمد، به فهم صوفی، حزبی. یعنی اینها گمراه هستند. خوارج ها هم جوان دارد هم پیر دارد، لیکن بسیاری اونها جوانهای کودکای هست که قرآن را میخواند در حالتی که منهج اهل سنت را ندارد. قرآن را میخواند در حالتی که علمای اهل سنت را قبول ندارد. قرآن را میخواند در حالتی که فهم قرآن را به فهم سلف این امت نمیفهمد، فهم قرآن را به دعوای خودش میفهمد. برای همین وقتی که خوارج ها از حضرت علی جدا شدند، حضرت علی را متهم کردند و تکفیر کردند، عبدالله ابن عباس از جانب علی رضی الله عنه به مناظره اونها رفت، به اونها باشند به حضرت ابن عباس ندا کرده میگفتند که این الحکم الا لله، حکم همش از آن الله است. اما معنای این سخن را خطا فهمیدند، زیرا که این آیت الله بود، هیچ کسی حق نداشت که این را باطل بگوید. حضرت علی گفتند رضی الله عنه کلمت الحق ارید بها الباطل، کلمه حقی که باطل از این خواسته شده است. خود جمله حق است، لیکن از عقب این جمله اینها باطل را میخوان. برای چی؟ برای اینکه جمله حق این کلام الله است، کلام الله حق است، اما همین کلام حق را خطا فهمیدن، زیرا که فهم خوارج مخالف به فهم علی بود، مخالف به فهم معاویه، مخالف به فهم عبدالله ابن عمر و ابن عباس رضی الله عنه بود. ما همینجا فهمیدیم، در همین وقت فهمیدیم که وقتی که خوارج ها فهمشون مخالف فهم صحابه بود، پس اونها زلالت گمراهشون انمی نقطه هست، نقطه فهم مستقل داشتنشون. فهم مستقل داشتن خوارج این دلالت به گمراهی اونها میکنه. اما کسی که خواه جوان است و پیر است، خواه زن است و مرد است، فهمش موافق فهم صحابه بود، این انسان در حقیقت در راه حق است، در همون صراط المستقیم است، در همون خطی که رسول الله کشیدن در همون خط است. و این صفت خوارجی به بالای خودی انمین صوفی ها از ماتریدی ها و اشعری ها و به خصوص این صوفی های جهلا تطبیق می شود. برای چی؟ برای اینکه این شرمنده ها هم پیرند و هم جاهلند.
دیروز حاجی میرزا این عربی نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته میتواند، نه کلمه. دیروز همین حدیث حاجی میرزا اریده میگه، اریدو بهل میگه، اریدو بهل باطل. یک بار دیگر گوش کنید. اریدو یعنی من میخواهم باطل گفته نگاه پس، لیکن معنای نیست اریده خواسته شده است. نه عربی را فهمید، نه قرآن را فهمید، نه سنت را فهمید، نه صحابه را فهمید. از قرآن و از سنت و از صحابه براءت کردید. از نام ابو حنیفه دینی نبی رو جور کردید و ساختید. ابو حنیفه رو متهم کردید و از ابو حنیفه دروغ گفتید و باز صحبت ها رو راست و دروغ می بافید. ابو حنیفه از شما بیزار هستند. پیروان حقیقی ابو حنیفه نمی جوانهای اهل سنت هستند. ابو حنیفه گفتن که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. تمام است. حدیث او بیاریم مذهبی است. چو گمراهی بود به مذهبی خود، کلاهی مذهبی او را بسر کن. تو را با راهی نک سازد هدایت، تو گوش با گفته ای او چون پدر کن. و در آخر دعایی که از بزرگان که فرمودن، این دعا را و درگاه خدای عزوجل دعا می‌فرماییم: یا رب دل ما رو به هدایت بادا، یا رب دل ما رو به هدایت بادا، دور از روش اهل ضلالت بادا، دور از روش اهل ضلالت بادا. یا رب همگی زیستن و مردن ما بر مذهب اهل سنت و جماعت بادا. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ما میگیم امین یا رب العالمین، زیرا که 4 بیتی که در آخر خوند بیت خوب است، بیت‌های خوب است. امیدوارم که کسی که این بیت نوشته است برای ظاهر شدن حق نوشته است، زیرا که میگه که از تو میخواهیم که ما رو در مذهب اهل سنت و جماعت وفات کرده ما نصیب کنه. میگه لیکن این بیت به شما صوفی ها چی ربط دارد؟ شما اهل سنت نیستید. این بیت به شما معترضی ها و اشعری ها چی ربط دارد؟ شما از اهل سنت و جماعت نیستید. شما پیدا شده ها بعد از 400 سال پیامبر هستید. شما در زمان صحابگان بودید؟ نه. در زمان تابعین بودید؟ نه. تبع تابعین بودید؟ نه. در خیر القرون نبودید. بعد از این پیدا شدید. شما از اهل سنت نیستید. از اهل سنت و جماعت کسانی هستند که منهجشان یک چیز است: قرآن و سنت با فهم سلف این امه. اطیع الله و اطیع الرسول. و الله سبحانه و تعالی در جای دیگر در آیتش میگه فبهداه مقتدی، به هدایت اومدن اونها اقتدا کن. والذین اتبعوهم باحسان، کسایی که به انمین صحابگان به احسان و خوبی متابعت کردند، اونهایی که الله از اونها راضی شد. الله در قرآن باز گفت که اگر ایمان آوردید مثل ایمان آوردن صحابگان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هدایت می‌یابید. یعنی اینا اهل سنت و جماعت هستند. اهل سنت و جماعت این امامشون پیامبران، شاگردای پیامبر، صحابگان، تابعین، تبع تابعین که همشون میگویند الله در بالای عرش است، در بالای آسمان هاست و صفاتهای الله را اثبات میکنند و متابعت به رسول الله دارند. اینها کسانی هستند که لا اله الا الله را فقط بر ربوبیت نیست رازق بجز الله نمیگویند مثل مشرکین قریش از ابو جهل و ابو لهب و ابو طالب، بلکه اینها لا اله الا الله را نیست معبودی بر حق بجز الله میگن. اینها کسانی هستند که لا اله الا الله گفتند، معنیش رو فهمیدند و کفر بالطاغوت و براءت و ایمان به الله دارند. علم دارند، عمل دارند، یقین دارند، صدق دارند، محبت دارند، اخلاص دارند، اخلاص از شرک، اخلاص از طاغوت پرستی، پاکی دینی و سخنشون به حجت است و قبول میکنن هر چیزی که از جانب الله و رسول آمده است. هرگز قرآن و سنت را به سخن کسی به سبب کسی ترک نمیکنن. و اینها کسانی هستند که تقلید کورکورانه، پیروی کردن به کسی مطلقاً به عینش بدون حجت و دلیل رو انکار میکنن. این است مذهب حقیقی حنفی.
این است مذهب علمای حقیقی و خودی حنفی. و البته انشاءالله بعد از یک روز است، 2 روز است، این کتاب ما به اذن الله به شما میرسد، تقریبا 70 صفحه شاید کمتر یا زیادتر. خلاصه تحقیق در حکم تقلید و آیا پیروی نمودن به یک از این 4 مذهب واجب است، حتما مطالعه کنید و در درونش حتما همه این شبهات ها جواب گفته شده است به اذن الله سبحانه و تعالی. ببینید تحقیق ابن همام بگید که ان الالتزام بمذهب معین غیر لازم. تحقیق ابن همام همین شده است که پایبند بودن به یک مذهب معین لازم نیست. میگد ابن همام در کتاب التحریر و التقریر میگد که در کتاب اصول فقه حنفی، ابن همام حنفی معروف است، این التحریر و التقریر اصول فقه است، میگد ان الالتزام مذهب معین غیر لازم على الصحیح. به درستی که پایبند بودن به یک مذهب معین لازم نیست در قول درست و صحیح، لأن التزامه غیر ملزم، زیرا که پایبند بودن به یک مذهب ملزم نشده، ملزم نیست، یعنی امر یا از جانب شریعت وظیفه نکرده است. در دوام شد اذ لا واجب الا ما اوجبه الله و رسوله صلی الله علیه و سلم، زیرا که یگان واجب نیست بجز همون واجبی که الله و رسول کرده باشد. ولم يوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره. و الله و رسولش پیروی نمودن از یک انسان معین را هرگز به مردم واجب نکرده است. به یک مذهب معین مذهب داشتن را و به یک مردی که صاحب مذهب است به همون مقلد شدن را و دیگر انسان را ترک کردن و دین را از یک نفر معین گرفتن را الله و رسولش در هیچ جای واجب نکرده است. واجب گفتنی پیروی کردن از مذهب این باید از جانب الله و رسول باشد. واجب این حکم است. اگر الله و رسول واجب نگفته باشد تو کی هستی که ای ظالم از نام الله و رسول صحبت میکنی؟ وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب المعين. بتحقیق قرون طلایی 3 قرن اول صدر اسلام گذشت در حالتی که پایبندی به یک مذهب معین وجود نداشت. مع ان غالب المقلدین یقول، در حالتی که بسیاری مقلدین امروز میگویند که انا حنفی او انا شافعی، یا میگن من حنفی هستم یا میگن که من شافعی هستم، وليس له علم بطریقه امامه، در حالتی که علم به یک راه و روش و منهج امامش هرگز علم ندارد، حتی امامش نمیشناسد. فلا يسير كذلك بمجرد القول، و این انسان به مجرد یک این که من حنفی هستم یا من شافعی هستم میگه این شافعی یا حنفی نمیشود، زیرا که یک جاهل است. این دروغ میگه، این یک چیزی نوی رو از خودش پیدا کرده است. كما لو قال انا فقيه او كاتب لم يسر كذلك بمجرد قوله وبعده جدا عن سيرة امامه. این چنین به مانند این که میگه یک انسان اگر بگه که من فقیه هستم، من نویسنده هستم، به مجرد من فقیه هستم و نویسنده هستم گفتنش هرگز این انسان فقیه یا نویسنده نمیشود، زیرا که این حالا ننوشته است و حالا فقیه هم نیست. فكيف يصح الانتساب بالدعوة المجردة والقول الفارغ من المعنى؟ پس چگونه درست است که یک انسان خودش را فقط من حنفی هستم گفت حنفی میشده است در حالتی که علم به مذهب حنفی ندارد؟ این دروغ محض است. انا همین علمای حنفی، ابن همام حنفی بودنی علمای تاجیکستان را، آسیای مرکزی را بالکل زیر سوال برده، همش را انکار کرده. هر کسی که به مذهب حنفی علم ندارد، مذهب حنفی فقط 4 کتاب مختصری همین میده مختصر الوقایه نیست، کتاب حنفی 15 مجلد است که ما خوندیم. مرحمت بدع سنه یا که
این الصنعانی، المبسوط للسرخسی و دیگر از کتاب‌هایی که مجلدها است، محققین، محدثین و غیره. چهار کتاب خوندید فکر کردید که حنفی است؟ چهار کتاب حنفی نیست، آخه چهار کتاب مخالفت‌های زیاده داره. شرمنده بود. ابن همام شما را میگه که جاهل هستید. هر کسی که جاهل به مذهب حنفی باشد، حنفی فقط مذهب فقهی هم نیست، عقیدوی است، جانب‌های قضاگی و غیره دارد که شما معامله بیخبر هستید. شما حنفی گفتن که حنفی نمیشوید. مخالفت ما به شما ای جهلا این نیست که ما مذهب این کار میکنیم و شما اثبات میکنید. نه، مخالفت ما این نیست. مردم شما به دقت گوش بکنید. مخالفت ما این نیست که ما گویا ما مذهب این کار میکنیم، آنها مذهب اثبات میکنن. نه، ما مذهب رو این کار نکردیم. ما انا همین علمای جاهل تاجیکستان رو این کار کردیم که گفتیم شما حنفی نیستید، زیرا که خود اینها میگن که ما در فقه حنفی، در طریقت صوفی، در عقیده معترضی هستیم. بله اینها در فقه دعوای حنفی و مذهب حنفی دارند، لیکن باز مخالفت به ابو حنیفه کردن، زیرا که ابو حنیفه گفتن اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح آمد، سخن من مخالف حدیث صحیح آمده باشد، سخن مرا به یک طرف گذار و حدیث پیامبر رو بگیر. ابو حنیفه رحمه الله یک انسان عالم بودند که البته این مسائل را ذکر کردند. اما در باب اعتقاد اینها خودشون آشکار میگویند، این علمای تاجیکستان آشکار میگن که ما حنفی نیستیم، ما ماتریدی هستیم. یعنی چی؟ ماتریدی، ابو منصور ماتریدی بعد از 150 180 سال ابو حنیفه وفات کرده است. یک انسان دیگر است، عقیده دیگر دارد، عقیده کلامی دارد. منهجش در باب اسماء و صفات مخالف ابو حنیفه است، در باب تقدیر مخالفت به ابو حنیفه قسم جانبی دارد. یا ابوالحسن الاشعری در باب ایمان هم، در باب لا اله الا الله هم، تقدیر هم جبری و غیره است. و این در باب الوهیت در همه جانب اختلافات داره کلامی. این علمای تاجیکستان میگن که ما ماتریدی هستیم. ما وقتی که گفتیم که بله شما ماتریدی هستید، لیکن ماتریدی گمراه است، مخالفت به مذهب حنفی دارد، اینها میبرند میگن که اینها بی مذهب است. ما در مذهب هستیم. ما در مذهب یک ابو حنیفه معین، فقط ابو حنیفه نه، ما در همه مذهب همه سلف هستیم، سلف هستیم. هر کسی از اونها خطا کردن خطا میگوییم و هر کسی که درست گفتن درست، و عمومی مذهب اونها رو ما پیروی میکنیم. پس در دوامش میگوید در کتابی، و این چنین ابن همام در کتابی ایقاظ همم اولی الابصار، زنده کردن همت اولی الابصار، صاحبان بصیرت، میگد که ان الفرق بین المقلد و المتبع، همانو که فرق بین مقلد و متبع وجود دارد، فرق است. مقلد فرق، متبع و مقلد فرق دارد. ان المقلد لا يسأل عن حكم الله و رسوله، مقلد هرگز از حکم الله و رسول سؤال نمی کند. و انما يسأل عن مذهب امامه، مقلد از مذهب امامش صحبت میکرد. مقلد اومده نمیگد که حکم الله و رسول به من بگو، حجت کتی، نه، مقلد میگد که امام مگو میگه. ولو ظهر له ان مذهب امامه مخالف لكتاب الله و سنت رسوله لم يرجع الیهما، اگر به این مقلد جاهل گمراه ظاهر شد، فهما شد، آشکار شد که مذهب امامش مخالفت به کتاب سنت دارد و به رسول الله دارد، از مذهب امامش نمیگردد، تعصب در مذهب میکند، قرآن و سنت را ترک میکند، مذهب را از بالای قرآن بالا میداند. مذهب پرستان مذهب را از قرآن و از سنت پیش گرفتند، مذهب را دین نو ساختند، مذهب را، صاحب مذهب را از رسول الله پیش گرفتند. ما این مخالفت میگیم، ما این کار میکنیم، ما مذهب این کار نکردیم. ما همه علمای مذهب سلف، چهار امام رحمه الله میگیم، باش حنفی باش، لااقل منصف باش حنفی باش، به گفته ابو حنیفه عمل بکن که حدیث صحیح، نخود این کار بکنی، نخود قرآن و سنت این کار بکنی، نخود آشکار واضح فقه اکبر ابو حنیفه را به یک طرف پرتوی. دروغین ابو حنیفه نباش، راستین باش لااقل. در دوامش گفتند که والمتبع، اما متبع کیست؟ مقلد نه، متبع کیست؟ متبع همون کسی است که انما يسأل عن حکم الله و رسوله. متبع اومده از تو امام من چی گفت نمیگد، میگد که الله و رسول چی گفت.
متبع سؤال میکرد از حکم الله و رسول. ولا یسأل عن رأی آخر و مذهبی، از رأی یک دیگری از مذهبش سؤال نمیکند. ولو وقعت له نازلة اخرى لا يلتزمه ان يسأل العالم الاول عنه. اگر یک واقعه نوی به سرش جاری شود، هرگز یک آدم معین که فقط کارش حل نمیکرد، هر عالم اهل سنت که رفته